هر چقدرم با حکومت مشکل داشته باشی، توی جنگ باید طرف کشورت باشی. اگر غیر از این فکر کنی وطن فروشی. پس بذارید بزرگترین وطن فروش تاریخ رو بهتون معرفی کنم. سلمان فارسی. در جنگ معروفی که همه به اسم قادسیه میشناسنش، زمانی که ایرانیان با فیلهای جنگی بزرگ وارد میدان شدن، اعراب ترسیدن، چون تا به حال حیوانی به این عظمت ندیده بودن و بدتر از اون از پاشون از بو و ظاهر فیلها میترسیدن. همون روز اول سوار نظام اعراب به مشکل خورد. شکست و پذیرفته بودن، اما برای جنگ روز بعد این سلمان فارسی بود که به عنوان یک ایرانی نقطه ضعف فیلها رو میدونست و باعث شکست ایران و همه فرماندهان ایرانی شد. بعد از اون زمانی که سپاه اعراب به دیوارهای بلند تیزپون رسید، این سلمان فارسی بود که راه مخفی رودخانه دجله رو بهشون یاد داد. به هر حال این همه کمک کرده بود، پس حقش بود که بعد از فتح مدائن اعراب اونو فرمانروای اون شهر کنن و سلمان فارسی هم شروع به تبلیغ دین اسلام به جای زرتشت کرد. و چون ایرانی بود خیلی راحت میتونست به شهرهای دیگه نامه بنویسه که اگه مقاومت نکنن و نجنگن آسیبی نخواهند دید. اما شما این شخص رو چطوری برای ما توصیف کردید؟ یک اسطوره‌ای که حتی دارید فیلمش رو میسازید؟ حالا از چی دلخورید؟ مردمانی که تاریخ خود را ندانند محکوم به تکرار آن هستند.